توصیه‌های جهت جلوگیری از سوءتفاهمات و داشتن آرامش روان. وقتی خونه کسی میریم بعدش اسرار اون خونه رو برای بقیه بازگو نکنیم. مثلا اگه خونه طرف بنا به دلایلی نامرتب بود، نریم برای بقیه بازگو کنیم. به غذا خوردن دیگران زول نزن، طرف کوفتش میشه. از کسی نپرسید ماهی چقدر حقوق میگیری. گوشی و کسی گرفتی که عکس ببینی، گالریشو ورق نزن. زود خوشحال نشو، زود هم ناراحت نشو. وقتی خونه یکی میرید لباس‌ها و وسایلش رو برندارید ببرید بگید این خیلی خوشگله من بردم. پشت خط کسی میری جواب نمیده. هی تماس نگیر، بذار مکالمه‌اش تموم شد خودش زنگ میزنه. به مجرد بودن کسی گیر نده و هی نپرس کی ازدواج می‌کنی. وقتی یکی میخواد یه عکس بهت نشون بده سعی نکن کل عکس گالری گوشی طرف رو با چشمات اسکن کنی. بدون هماهنگی و سرزده لطفاً نرید خونه دیگران، حتی اگر اون شخص نزدیکترین فرد به شماست. و مهمون اضافی با خودتون نبرید. مهمونی به هیچ پدر و مادری نگو بچه‌ات به کی رفته، چقدر زشته، آینده اون بچه رو نابود می‌کنی. اینقدر وسط حرف دیگران نپر. وقتی مهمونی میری زرتی رمز وای فای نگیر. موجودی کارت کسی رو نگیر، به خدا زشته. وقتی میری مغازه‌ای بی اجازه به ویترین دست نزن و اعصاب خورد نکن. یه نفر داره خونه میسازه یا دکور عوض می‌کنه، اینقدر نظرتون رو تحمیل نکنید، بلکه فقط نظر کوتاه بدید. وقتی کسی داره چت می‌کنه به صفحه گوشیش نگاه نکن و آمار دوست مخالفش رو اینقدر نپرس.